به نام خداوند بخشاینده مهربان. نامم راشد است. نام پدرم پهلوان. از ولسوالی بگرام ولایت پروان هستم. در مرکز آموزشی دانشسرا درس خواندم. خیلی سپاسگزاری میکنم از استادای کورس ما. احساس ما این است که واقعا من تا فعلا این قسم یک احساس، این قسم یک خوشحالی را تجربه نکرده بودم. معلوم دار است که تا زمانی که ما تلاش نکنیم، تا زمانی که زحمت نکشیم، نمیتونیم به یک جایگاهی برسیم. خب فعلا من دیگه چی بگویم، همین نتیجه به نظرم خودش گپ میزنه. تقریبا مدت 2 سال ما در مرکز آموزشی دانشسرا درس خواندم و روش درس خواندن من بود که برای کل چیز ما برنامه‌ریزی داشتم، مثلا برای درس خواندن، برای خوابیدن، برای غذا، برای تفریح، برای کل چیز. و پیروزی در کنکور تنها درس خواندن هم نیست. خب بعضی وقتا نظر به اینکه تلاش میکردیم، نظر به اینکه زحمت میکشیدیم، بله، ولی در کل این قسم یک امید زیاد نداشتیم، مثلا به خاطر که تقریبا در حدود 120,000 یا 117,000 شاگرد اینجا مثلا ثبت نام کرده و امتحان داد. از بین قدر شاگرد دیگه خیلی احتمال کم داشت که مثلا ما کامیاب شیم. راز موفقیت ما را اگه در یک کلمه بگوییم این است که ما تلاش کردیم، بعدش خود ما را به خداوند سپردیم و گفتیم هر چیزی که در خیر ماست خداوند میدانه. پیام ما به جوانایی است که هیچ وقت شما شرایط بهانه نگیرید. شاید یک کمی از لحاظ اقتصادی کشور ما اوضاعش خراب باشه، ولی شما هیچ وقتی را بهانه نگیرید. یک جمله است که میگه اگر شرایط مطابق میلت بود خب بهترین تلاش بکن. اگر شرایط مطابق میلت نبود تو میگه شرایط خودت بساز و قسمی تلاش کو که دیگه واقعا ذره هم در دل تردید نیاید که مثلا من نمیتونم به هدفم برسم.